واکنش بسیار تند دنیا جهانبخش به مصاحبه مهراد جمع. دوستان عزیزم سلام. به تازگی مهراد جمع خواننده ایرانی در مصاحبه جدید خودش در برنامه روکشو در مورد زندگی خصوصی خودش صحبت کرده. اون در این مصاحبه در مورد دنیا جهانبخش گفت که دنیا پارتنر خوبی نبود اما مادر خوبی برای پسرم هست. اگر زندگی پسرم خوب نبود یک بلیت میگرفتم و اونو برمیگردوندم. این حرف‌های مهراد جمع به مذاق دنیا جهانبخش خوش نیامده و حسابی از خجالت جمع در اومده. در سال 99 بود که دنیا جهانبخش از عشق جدید خودش به صورت مخفی رونمایی کرد که بعد از مدتی مشخص شد اون کسی نیست جز مهراد جمع. شهریور 400 بود که مهراد جمع بدون هیچ پیش‌زمینه‌ای اعلام کرد که تصمیم گرفته به ایران برگرده و همینطور هم شد. این اتفاق در حالی افتاد که دنیا جهانبخش 5 ماه باردار بود. با این حال این زندگی زناشویی بدون طلاق رسمی به پایان رسید. بالاخره دنیا جهانبخش 2 ماه بعد از جدایی از مهراد جمع در 20 آبان 1400 مصادف با تاریخ رند میلادی 2021 11/11 اولین فرزند خودش را به نام آرتام به دنیا آورد. این زایمان در یکی از لاکچری ترین بیمارستان‌های لندن با هزینه حدود 1.3 میلیارد تومان انجام شد. آرتام که الان 3 سالش هستش به همراه مادرش زندگی میکنه و باعث دعوای بین دنیا و جمع شده. دنیا با انتشار عکس تولد پسرش برای مهراد جمع نوشت این عکس رو میبینی؟ حتی آخرین مادر بعد روی زمین باشم که اونم محاله تو آرزوت رو با خودت به گور میبری. فقط مرگه که میتونه منو از بچم جدا کنه. انشالله 100 سال مثل شیر بالای سر به سرم میمونم. از بین همه کسچرایی که گفتی توی مصاحبه روک فقط جواب اینو دادم چون بزرگتر از دهنت بود. توی مصاحبه‌های بعدی اگه خواستی بلیت بخری کسی رو ببری و بیاری یا برگردونی تهش همین باشه که بری از آبادان همون برج میلاد کنسرت بذاری. البته من برات خوشحال شدم کامنت تبریکم گذاشتم که پاکش کردم. دنیا در ادامه برای مهراد جمع نوشت با خراب کردن کسی هیچ وقت بالا نمیری. میتونستی فقط واسه یه بارم که شده تشکر کنی بگی دمش گرم که 4 ساله داره زحمت میکشه واسه آرتام. همین چند کلمه کافی بود که به من ثابت کنی آرزوهای خوبی که واسط می‌کردم درست بوده که البته هنوزم می‌کنم. انشالله موفق بشی. مهراد جمع در مصاحبهش در مورد اینکه چطور پسرش رو می‌بینه گفته بود که با ویدیو کال با هم دیگه صحبت می‌کنیم. دنیا در این باره نوشت اون ویدیو کالم اجازه میدادم چون میره هی در مورد ددی و مامی بهشون یاد میدن. توی کلاس خواستم یه تصویر از ددی توی ذهنش باشه که اونجا بتونه حرف بزنه. دنیا که حسابی از حرفای مهراد جمع عصبانی شده نوشت من دهنم سرویس شده پاسپورت انگلیسی بگیرم واسه خودم و بچه‌م که تو انقدر راحت بتونی بلیط بگیری ببریش. اون قوانین مال جاییه که واسش بچه‌تو ول کردی. بعد میگه من نمیخوام خراب کنم مادر بچه‌مو. منو دزد و آدمربا کردی. پارتنر غیر ایدالم که بودم. مرسی که حداقل مادر خوبی بودم از نظرت. البته میدونی بعد از این حرفایی که میزنی تنها کسی که تشویقت میکنه مادرته چون مثل کوه همیشه پشتت بوده و هرگز نذاشته تو احساس کمبودی داشته باشی. دوستان عزیزم لایک شما باعث میشه ویدیو افراد بیشتری تو یوتیوب نشون داده بشه. لطفاً توی کامنت ها نظرتون رو برام بنویسین. روزگار به کامتون.